سلام. روایتی که میخوام براتون بگم اتفاقیه که برای یکی از دوستان نزدیک من به اسم شینا افتاد و هنوز هم ادامه دار هست. دوران دبیرستان دختری همکلاس ما بود که از نظر درس و از نظر قیافه بی‌نظیر بود. این دختر اونقدر زیبا بود که هیچ عیبی نمیشد روی ایشون گذاشت. قد بلندی داشت و موهای مشکی پرکلاقی تا زانوهاش می اومد و انقدر چشمای قشنگی داشت که واقعا همه رو جذب می کرد. قیافه کاملا شرقی و زیبا. به خاطر این موضوع خب طبیعتاً حسادت بقیه رو برانگیخته می کرد و توی درس هم رقیبی نداشت. مدتی گذشت و متوجه شدیم ایشون سر کلاس حاضر نمیشه و در نهایت تعجب دیگه مدرسه نیومد، تا اینکه نوبت امتحانات پایانی دیپلم ما بود و شینا اومد. وقتی دیدیمش همه متعجب شدیم. اونقدر لاغر و نحیف شده بود که حتی به کمک دیگران قدم برمی داشت. صورتش فرو رفته بود و رنگ صورتش کاملا زرد بود. چند قدم که برداشت یهو شروع به لرزیدن کرد و اونقدر رعشه‌های بدنش قوی بود که نمیتونست کنترلش کنه، تا اینکه بیهوش شد و کف زیادی از دهنش بیرون زد. اون روز ما واقعا ناراحت شدیم و خب اون زمان من هنوز با شینا صمیمی نبودم و علتش رو نمیتونستم جویا بشم. متاسفانه به خاطر وضعیت رقت انگیزش نتونست امتحاناتش رو بده و اون سال کاملا مردود شد. سال بعد ما کنکور داشتیم و شینا بالاجبار مقطع سوم دبیرستان رو دوباره شروع کرد، ولی خب اون شینا کجا و این کجا؟ حالت ترحم انگیزی داشت و مثل دیوونه ها بود. یک روز به کتابخونه رفتم و دیدم شینا هم اونجاست. هندزفری گذاشته بود و توی حال خودش بود. دلم میخواست بهش نزدیک بشم، برای همین بهش سلام کردم. اهمیتی نداد و بی تفاوت بهم نگاه کرد. چون قیافش مظلوم بود ناراحت نشدم و روی صندلی روبروی شینا نشستم. کمی بعد سنگینی نگاهش رو احساس کردم. سر بلند کردم و دیدم سرش رو کج کرده و با چشمای از حدقه بیرون زده به من نگاه میکنه. نگاهش طولانی بود و من سرمای بدی رو احساس میکردم و حتی نمیتونستم تکون بخورم. انگار با نگاهش من رو کاملا کنترل میکرد و فقط میتونستم چشمامو حرکت بدم، تا اینکه نگاهش رو برداشت و من رها شدم. سری کتابا رو جمع کردم و از اونجا واقعا فرار کردم. چند سالی گذشت و من دیگه شینا رو ندیدم، تا اینکه یه روز برای رنگ کردن موهام به آرایشگاه رفتم. کاملا جا خوردم. شینا اونجا دستیار آرایشگر بود و از وضع ظاهریش هم مشخص بود چندان وضعیت مالی خوبی نداره. علت جا خوردن منم این بود که شینا تک فرزند خانواده بسیار ثروتمند سرشناس و پدر بزرگش مرد معروفی در شهر ما بود. کسی بود که زمانی که درس میخوند همه یقین داشتن پزشکی قبول میشه. درسته که بیمار شد و بعدش هم از دبیرستان ما رفت، ولی مطمئن بودیم با هوشی که این دختر داشت حداقل اگه پزشکی نمی آورد پیراپزشکی رو قبول می شد. و غیر از این دختری که تمام تیپ ظاهرش کاملا مشخص می کرد چقدر ثروتمنده، اما حالا این لباسای معمولی رو به پایین توی ذوق می زد. کمی به من نگاه کرد و من رو شناخت. لبخند غمگینی زد و گفت خوبی فلانی؟ جا خوردی؟ من هول شدم و خندیدم و تونتون گفتم سلام عزیزم. بله، از اینکه بعد این همه سال دیدمت واقعا هم خوشحال شدم هم جا خوردم.
اما میدونستم منظور شینا از جا خوردن چی بود. ساعتی بعد سر و صدایی به پا شد و مادر صاحب آرایشگاه سراغ ایشون اومد و گفت مگه بهت نگفتم نذار شینا موهای بچه رو کوتاه کنه؟ میخوای بدبخت بشیم؟ صاحب آرایشگاه با تشر به مادرش گفت که سکوت کنه، ولی اون زن بیدرک اصلا توجهی نداشت و خطاب به شینا گفت لطفاً از این آرایشگاه برو شینا، مشتریای ما ازت میترسن، به خاطر تو اینجا نمیان. من نمیدونستم جریان چیه، ولی واقعاً غرور و شخصیت خورد شده شینا رو احساس میکردم. دختر مغروری بود و خیلی سعی میکرد جلوی اشکاش رو جلوی اون زن سلیطه بگیره، ولی موفق نشد. اشکاش فرو ریخت. من که هنوز نوبتم نشده بود بلند شدم و با حالت عصبانیت به اون زن گفتم صداتو ببر. همین جمله باعث دعوای بدی شد و من دست شینا رو گرفتم و از اونجا بیرون اومدیم. این شروع دوستی ما 2 نفر شد و کم کم شینا اتفاقاتی که براش رخ داده بود رو برای من تعریف کرد. از اینجای داستان رو از زبان شینا بشنوید. شما هم در صورت تمایل میتونید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو به آیدی تلگرامی که روی صفحه میبینید ارسال کنید. ممنونم. توی محله ما یه خانواده جدیدی اومده بودن و مستاجر بودن. خلافکار بودن و به خاطر همین تونسته بودن خونه ای رو تو بالا شهر اجاره کنن. 2 تا پسر داشتن و یه دختر. پسر کوچیکیشون سام بود و قیافه خوبی داشت. اون زمان هم که ما دخترها حجب حیایی بیشتری داشتیم، ولی من گستاخ بودم و از این پسر خوشم اومده بود. بدون اینکه متوجه باشم خانواده خلافکاری داره و به آبروی خانواده ما آسیب میزنه. کم کم از نگاه کردنهای زیرچشمی گذشت و شماره رد و بدل شد و خوب رابطه ای رو شروع کردیم که شروع نابودی من بود. بعد یه مدت مادر سام که به خاطر وضع مالی پدرم طمع کرده بود سراغ مادرم رفت و منو خواستگاری کرد. عصبانیت مادرم هیچ وقت یادم نمیره وقتی به خاطر دوستی من و سام چنان کشیده‌ای بهم زد که رد انگشتاش روی صورتم موند. به خاطر این موضوع چون دختر لجبازی بودم با پافشاری بیشتری میخواستم با اون سن کمم با سام ازدواج کنم و دیگه این جریان یه جورایی زبان زد شد. چون محله ما مذهبی بود و اون سالها یعنی اواخر دهه 80 این چیزا واقعا عیب بود و من انگشت نمای آشناها شدم که بیا و ببین نوه حاج فلانی عاشق پسر خلافکاری شده که پدرش رو به خاطر قاچاق هروئین اعدام کردن. سام که دید پدر من راضی نمیشه و من هم محدود شده بودم نقشه فرار رو کشید و من بزرگترین ضربه رو به پدرم زدم. با سام فرار کردم. پدرم شکست و سام هم با قبول مبلغ 20 میلیون من رو به پدرم برگردوند. اما من از چشم پدر کاملا افتادم و آبروی ما رفت. ولی به خاطر اینکه اون خونه میراث اجدادی ما بود نتونستیم از اونجا بریم. مدتی از خونه بیرون نیومدم. خودم خجالت زده بودم. آدم معتقدی هم نبودم و حتی نیایشی با خدا هم نداشتم که آروم بشم. یه روز دختر عموم خونمون اومد و با اصرار از مادرم اجازه گرفت من رو بیرون ببره. اینم بگم من امتیاز این که تنهایی بیرون برم رو از دست داده بودم. مادرم با اکراه قبول کرد. دختر عموم با یکی از دوستاش اومده بود که دختری مذهبی و پدرش جانباز بود و عشق گلستان شهدا رو داشت. هیچ جایی رو واقعا نداشتیم بریم و نزدیک شبم بود. به اصرار این خانوم رفتیم گلزار شهدا. من شروع کردم به بد و بیرا گفتن به دخترموم که این چیه که تازه منم باهاش بیرون آوردی که بریم گلزار شهدا. پیش مقبره شهدا پارکی بود و
من از بی‌حوصلگی به اون پارک رفتم و سوار تاپ شدم. دوست دخترم هم داشت قرآن میخوند و بیخیال نمیشد. عصبی بودم. دلم میخواست دق و دلیم رو کسی خالی کنم. شروع کردم به مسخره بازی و اونم چیزی نمیگفت. فقط گفت شب توی قبرستون ناسزا نگو. اهمیتی ندادم و به دخترمون گفتم بیا بریم ته قبرستون. بعد گلزار شهدا قبرای افراد معمولی وجود داشت. اونم از روی هیجان قبول کرد. فلاسک چایی و کمی تنقلاتم برداشت. گفت حاضری بریم سر قبر خالی بشینیم؟ گفتم آره و رفتیم. شروع کردیم به ترسوندن هم و خب چون به این چیزا واقعا اعتقاد نداشتیم هیچ ترسی برامون ایجاد نشد. رفتم توی قبری هم خوابیدم و به دخترمون گفتم لیلا این رفیقای امول چیه داری؟ گفت به خاطر شوهرم مجبورم با اینا بگردم. منم بیام توی قبر؟ اون موقع باردار بود و من گفتم نه خطرناکه. نیم ساعتی گذشت و دیدیم خانوم دست از قرآن خوندن بر نمی داره. ما هم واقعا کلافه شده بودیم. گفتم بیا بریم خونه ما، این احمقم بخوابه توی مسجد کنار گلزار شهدا. بلند شدیم و لیلا فلاسک رو توی قبر خالی کرد. فاصله ما از دوست لیلا حدود 10 متر بود. داشتیم راه می رفتیم که یهو صدای پاهای زیادی رو شنیدیم. مثل دویدن گله گرازها بود که انگار دارن به سرعت به ما نزدیک میشن. فقط صدا بود و هیچی نمی دیدیم. لیلا با وحشت گفت شینا این صدای چیه؟ من از ترس زبونم بند اومده بود و با فریاد گفتم فقط بدو. سری دویدیم ولی به دوست لیلا نمی رسیدیم. اونم انگار اصلا صدایی نمیشنید چون هنوز با آرامش داشت قرآن میخوند و ما هرچی با جیغ صداش میزدیم متوجه نمیشد. ناگهان انگار یکی پای لیلا رو کشید و روی زمین افتاد و شروع به کشیدنش کرد. لیلا جیغ میزد و دوباره بلند شد. این بار سری خودمون رو وسط خیابون متصل به قبرستون رسوندیم. همونجا زدیم زیر گریه. نگاهم به شلوار لیلا افتاد که پر از خون بود و زدم تو سر خودم. گفتم لیلا بچت، وای بچت. دست لرزونش رو به شلوارش کشید و همونجا از شدت شوکی که بهش وارد شده بود بیهوش شد. من که رسوای عالم بودم و زنموم توی بیمارستان چنان سیلی بهم زد که جلوی همه خورد شدم و چون از چشم پدر و مادرم افتاده بودم اصلا از من دفاعی نکردم. خودشونم شروع کردم به سرزنش کردن من. همه من رو مقصر میدونستن و به پدرم میگفتن اصلا این مایه ننگ رو چرا گذاشتی بره بیرون. من نمیدونستم از درد این همه توهین بمیرم یا از شوکی که تو قبرستون بهم وارد شده. این وسط فقط عموی کوچیکم و همسرش و شوهر لیلا با من رفتار بهتری داشتن. اون شب گذشت و اتفاق دیگه ای نیفتاد. چند روز بعد وقتی به حموم رفتم زیر دوش بودم که احساس کردم کسی گوشه حموم ایستاده و وقتی که برگشتم دیدم مردی وحشتناک با ظاهری پشمالو و سیاه و قد خیلی بلند در حالت معلق به من خیره شده و هیچ واکنشی جز نگاه خیرش نداشت. حتی به من نزدیک نشد، ولی دیدنش باعث شد حتی بدون اینکه بتونم جیغ بزنم زیر دوش از حال برم. زمانی که منو پیدا کردن چون مدت طولانی زیر دوش مونده بودم اکسیژن کافی بهم نرسیده بود مدتی در بیمارستان بستری شدم. بعد از مرخص شدن از بیمارستان میترسیدم به خونه برم. حتی درباره این موضوع نمیدونستم با کی در میون بذارمش چون نه تنها باور نمیکردن بلکه انگ دیوونه بودنم بهم زده میشد. بعد از ظهر تو خونه بودم که لیلا بهم زنگ زد با استرس بهم گفت شینا من نمیتونم زیاد باهات صحبت کنم ولی اوضاع خیلی بده. همش احساس میکنم کسی همراهمه.
شبا صدا میشنوم. تو چی؟ من لال شده بودم و برای اینکه نترسه گفتم نه، من چیزی احساس نمی کنم. ولی اتفاق شوم بعدی این بود که هر دوی ما ساعت 8 شب شروع به تشنج کردیم. من یادم حالم خوب بود، داشتم تلویزیون میدیدم. رفتم برای خودم چایی بریزم، برگشتم دیدم کانال عوض شده. با تعجب فکر کردم لابد زمانی که از روی مبل بلند شدم ریموت کنترل تلویزیون زیرم بود و کانال عوض شده. اما 5 دقیقه بعد تیوی خود به خود خاموش شد و خونه توی بهت و سکوت بدی فرو رفت. جرأت تکون خوردن نداشتم. نگاهم به صفحه نمایش تلویزیون بود که دیدم نه یکی نه دوتا، چندین موجود عجیب و غریب و وحشتناک پشت سرم ایستادن. بدنم یخ کرده بود و حتی نبضم کند شده بود. چشمامو بستم و زیر لب زمزمه کردم بسم الله. همون لحظه موهامو از پشت گرفتن و چنان کشیدن که مبل از عقب افتاد و سرم برگشت و وحشتناک ترین صحنه زندگیم رو